بریم که با 3 تا مواد یک کرپ صبحونه خیلی خوشمزه پنیری درست کنیم. 1 عدد تخم مرغ رو به همراه آرد و 1 لیوان شیر با همدیگه مخلوط میکنیم و حالا جعفری تازه به همراه مقداری نمک رو به موادمون اضافه میکنیم و با همدیگه مخلوط میکنیم. مایتابه‌مون رو روی شعله میذاریم و بدون اینکه روغن بهش اضافه کنیم 1 ملعقه از موادمون رو میریزیم داخل مایتابه و طبق تصویر مایتابه رو میچرخونیم که تمامی مواد به کل مایتابه برسه. حواستون باشه که فقط یک طرف کرپ باید طلایی بشه. حالا پنیر پیتزا رو روی طرفی که طلایی شده میذاریم و بخچه پیچش میکنیم. حالا هر طرف کرپمون رو سرخ و طلاییش میکنیم تا پنیر داخلش کاملا آب بشه. اینم از کرپ پنیری ما که برای صبحونه خیلی خوشمزه است. امیدوارم دوست داشته باشید و برای خودتون درستش کنید.